سیزارتا داستان عرفانی بی‌نهایت ساده و در عین حال تاثیرگذار که از ویژگی نویسنده این کتابه، یعنی هرمان هسه. سیزارتای داستان ما به همراه دوستش خانه و دیار خودشون رو ترک میکنن و راهی جنگل میشن برای پی بردن به حقیقت و فهمیدن وظیفه انسان در زندگی. توی این مسیر خیلی اتفاقات جالبی برای سیزارتا میفته، مثل آشنا شدن با بودای بزرگ، غرق شدن توی لذت‌های زندگی، احساس پوچی، درس گرفتن از رودخانه و پی بردن از کلمه که به معنی خداست. از نظر سیزارتا تنها با گوش دادن به صحبت‌های انسان‌های بزرگ نمیشه که اون درک واقعی رو چشید و همه انسان‌ها باید تجربیات خاص خودشون رو پشت سر بذارن که این تجربیات متشکل از لحظات غم و شادیه. وقتی که این کتاب رو مطالعه می‌کنی یه دیدگاه جدیدی نسبت به جهان به تو هدیه میده. به نظرم از دستش نده.